در خطاب به اونا میگوییم آیا میدانید معنای پناه دادن به مخالفین مسلح کشور همسایه چیست؟ شما که مخالفین مسلح افغانستان در کشورتان پناه میدین، میدانید معنای چیست؟ معنای جز اعلان جنگ با همسایه هیچ چیزی دیگری بوده نمیتونه. همیست معناش. یعنی که شما عملا با افغانستان اعلان جنگ دادید، مخالفین مسلحشان را پناه دادید، حمایت میکنید و حتی پایگاه ها در اختیارشان گذاشتید، تحت آموزش گرفته شد، مسلح میشن. و متاسفانه دوشنبه با همه وقاحت اعلان میکنه که گویا مدافع سرسخت اینان و در حکومت هم سهم کم از کم 40% را میخواد. یقینا این به معنای اعلان جنگ علیه افغانستان است. و پیامد این موضوعگیری ها هم جزئی نخواهد بود که در برابر این اقدام خصمانه یک جانبه بدون موجب و دلیل افغانستان هم تصمیم بگیره که با مخالفین مسلح تاجیکستان بعد از این پناه میده. و اگر احیانا این کار شد، تاجیکستان ضعیف، کوچک، شکننده با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟ هزاران نه بلکه 2-3 هزار نفر هم کافی است که اگر در افغانستان پناهگاهی بیابند، برای دوشنبه دشوار باشه که بتانه وضعیت مهار کنه. چرا راه دشمنی را انتخاب کنید؟ چه سودی از این آیل حال شما میشه؟ شما هیچ سودی از همراهی با امریکا نخواهید داشت. امیدواریم تجدید نظر کن، راه درست را انتخاب کن، به جای راه دشمنی و مخالفت راه تفاهم، راه تعامل، تحمل هم دیگر این راه را انتخاب کن.